اگه یه نفر 2 نفر هرچی بیشتر بهتر بیاد بنویسه که آره باهات موافقیم، آره منم همچین حسی داشتم، دقیقاً حس میکنم که من کمتر تنها، حس میکنم که من غیر عادی نیستم، بیشتر شبیه آدمام، اینا هم این مشکلاتو دارن. شده تو چیزی زدی که من میدونستم با منی، حداقل آره. تیکی از حرفی که زدی. خب هوایی زدی واسش. آره با هم صحبت کردیم. آره چی گفتین میشه بگین؟ ای به داد من رسیده تو روزای خود شکستن، ای چراغ مهربونی تو شبای وحشت من، ای تبلور حقیقت تو یه لحظه های تردید، تو شبو از من گرفتی، تو منو دادی به خورشید، اگه باشی یا نباشی برای من تکیه گاهی، برای من که غریبم تو رفیقی جون پناهی، اگه باشی یا نباشی برای من تکیه گاهی، برای من که غریبم تو رفیقی پناهی. ببخشید برین شما بزنین، من این تیکه یاور همیشه مومنشو بخونم بین. یاور همیشه مومن تو برو سفر سلامت، غم من مخور سعی بیا نورید واسه من شده عادت، ناجیه عاطفه من شرم از تو جون گرفته. سلام دوستان. سلام، خوش اومدیم به اولین اپیزود از همدست. سلام. چرا؟ سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و اینکه منم بوستشون کنم. مرسی که توی فصل سوم همچون 2 فصل قبلی دارید پارچه زیاد برده. کی؟ پارسا زیاد پارچه زیاد برده این هودیه. میدونی چرا؟ چه هودیت قشنگه. آره خوشگل خدایی. آره. ترکه کرم بهت میاد. ترکه. برای برادرش هم برده خودش. فامیلای ما رو کشتن ازش درست کردن. اون فیلم رو دیدین سیاه پوست ترکی حرف میزنه؟ آره مگه میشه؟ ای آیه baş alıp gedir, hükümet yoktur. Buraya bakan yoktur. Polisin qabağını özümü burada kəsdim. Der ki, belə elədi. Nə belə elədi? ای آیه عارف برام فرستاد. آخه خیلی خب عارف خودش یه عارف خودش خروجی ایلان ماسکه. یعنی به عارف گفتم هر جایی که فکر میکنم دیگه متعجب نمیشم متعجب دو میشم. حالت داره، یا مثلا یک زوج ترک رسیدن اون جزیره‌ای که اون آدما هستن 40 سال قبل، 50 سال قبل. 40 کمه. یا یه چیزی خیلی فکرمو جدیدن مشغول کرد، این که یه سری ویدیو قطعا هممون دیدیم که طرف مثلا داره گریه میکنه خب و داره میگه که همین الان مثلا فلانی فوت شد و خیلی سخته برام فلان و اینا. من همیشه این ویدیوها یه ذره واسم آزاردهنده است، نه از نظر اینکه اتفاق تلخیه یا از دست دادن عزیزیه یا حالا هر چی، خب
این که واقعا من حال خیلی بد رو تجربه کردم. خب آخرین چیزی که اگر واقعا واقعی حالت بد باشه، آخرین چیزی که بهش فکر میکنی اینه که از خودت فیلم بگیری، یا مثلا این حالا فیلم جدا، خب این به کنار، این که بخوای توی فضایی همونو منتشر کنی فلان کنی، این حالا واسم عجیب ترین چیزه. خب این یک مسئله سبکترش که قابل درکتره اینه که چست ناله. خب این که بیای توی توییتر یا مثلا اینستاگرام یا هر جایی بگی امروز حالم اینجوریه حالم اونجوریه و شروع کنی یه سری چست ناله کردن، خب من نه مخالفم نه اولی و مخالفم حالا دونه دونه بریم دربارش صحبت کنیم. این که من مثلا به خودم فکر کردم، گفتم بدترین موقع هایی که مثلا 1-2 سال اخیر چجوری بوده، مثلا شرایطم یادم اومده توان بالا آوردن گوشی رو واسه زنگ زدن نداشتم، از لحاظ روحی انقدر به هم ریخته بودم. حالا چه برسه به این که تو گوشی رو در بیاری از خودت فیلم میگیری گریه کنی و اینو بخوای توی صفحه اینستاگرامت منتشر کنی. این که به کنار. توی حالت دوم که بیشتر چست ناله کردن آدم هاست، دارم فکر میکنم که آیا من خودم کاراکتر چست ناله کنی نبوده معمولا، یعنی اگرم قوری داشتم نمی اومدم عمومی بگم. یه موقعی که مودم پایینه سعی میکنم یه چیزی درست کنم که به مودم بخوره. ویدیو قدیمی رو برداشتم با یه موزیک جدید تدوین کردم. آره ریورس کردم. 1 سال پیش یک ویدیو گذاشته بودم که رو به جلو داشت میرفت، این اسب افسرده فلان. امسال حتی میخواستم کپشن روش بنویسم که از پارسال چه فرقی کردی. دیدم دیگه خیلی دپه اینجوریه که نه، حالا واقعا هم اینجوری نبوده که همش پس رفت کنم، ولی ویدیویی که پارسال همین موقع گذاشته بودم امسال ریورس کردم با یه موزیک دیگه. خود من اینجوری نیستم، ولی میخوام ببینم مثلا یه بارم تو هم به سامان گفتم، چون سامان میکنه این کارو، خب گفتم این چه دردی دوا میکنه ازت؟ گفتش این که همدردی بقیه رو بگیری باعث میشه که حالت بهتر شه، یا اینکه شاید حالا این حرف سامان نیست ولی اینو که گفتیم هم درسته، اینو اگه اشتباه میکنم بگو چون شاید درست یادم نباشه. بعدش به اینم فکر کردم اینکه شاید از لحاظ روانی مثلا من آدم بدبخت، به نظر خودم آدم بدبختیم تو این لحظه، خب بفهمم تو هم بدبختی یه 4 تا هم پیالشیم، بفهمم شما 4 تا هم اینجوری، شاید حس تنهایی نکنم در بدبختیم. خب شاید این تاثیر روانی هم داشته باشه. همیشه واسم این چالش بوده تو ذهنم، همیشه سوال بوده که آیا علاوه روانی حالتو بهتر میکنه یا مثلا در نتیجه اتفاق بهتری میفته وقتی چست ناله میکنی، یا چی؟ آیا اینکه احساست رو توی همه شرایط بگیم مثلا خب سپهر ازدواج کرده، یه اتفاق خوبی تو زندگیش افتاده، احساسش رو خواسته با بقیه به اشتراک بذاره، خب این یک لحظه خوشیه که آدم تو سوشال میدیاش ممکنه انتخابش باشه بذاره یا نذاره. خب آیا مثلا از دست دادن یک شخصی اون لحظه یه که تو دوست داری مثلا همون لحظه بذاری اونو؟ میدونی خیلی با هم یه فرقی نمیکنن آخه راستشو بخواد. چرا فرق دارن؟ چرا فرق دارن؟ چرا؟ ببین کاملا دوتا. ببین اصلا ببین در مورد مثلا ازدواج و عزیز از دست دادن، عزیز مثلا یه رفیق عزیز دور از جون شماها، پدر مادر، این اصلا حتی پت اصلا تو بگو آره. باز من با مانی موافقم که چه فرقی داره، یه غم خیلی سنگینی بوده یا شادی خیلی سنگینی. یا یه شادی خیلی مشتی که تو آقا میخوای اینو بروز بدی، ولی اینکه اون موقعی که اینستاگرام نبودم آدم‌ها هر جا میرسیدن میگفت بابا مرد، فلانی مرد، یا زنگ گرفتم. اینستاگرام که نبود اینو میگفت. ازدواج چیزی که میره بله ازدواج کردم، عذر میخوام، مرسی اصلاح کردی. ولی چیزی که الان رو مخ منه اینه که آدما حرفشون رو انگار فضای مجازی عاجزشون کرده از حرف راحت و رو در رو و میرن اونجا یه ایرانی باید بفهمه دغدغه یارو چیه، خانوادهش مشکل دارن ندارن. این میره رو مخ من با مانی مشکل دارم، چرا باید یه هفته توییت بزنم آدمای اطرافم میگن با مانی، یا خود مانی بخونه بیاد بگه چته؟ بابا برو به مانی بگو ما باهات حال نمیکنم،
امروز دعوامون شده، اینو گفتی ناراحت شدم. این بروز احساسات توی شبکه‌های اجتماعی داره منو اذیت میکنه. زنه با مردش دعواش میشه، مرده با زنش دعواش میشه، فردا استوری چسناله میذاره، پیجش هم بابا به ما چه ادا نیست. چرا؟ خیلی داداش، خیلی. من سپر که دارم اینو میگم زمانی این کارو میکردم با دوست دخترم دعوا میشد یه ایران به هم میفهمیدم. ممکنه هر کدوم قدیم بعد این کارو میگم خب که چی؟ و چون مثلا شاید یه برهه‌ای از زندگی این کارو میکردم، الان مثلا یه چیزی، یه توییتی به ذهنم میرسه، متن مضمونش ناراحت کننده است، ولی من اون روز ممکنه واقعا ناراحت نباشم، اونو میزنم آدما میگن چیزی شده. آره دیگه. انگار تو و انگار جامعه هم اینو دطوری پذیرفته، آدما باید خوب و بدشون رو بیان تو شیپور بگن. مترجم. من یه پیجی دارم، هیچ کدومتون نداری، حتی خودم هم ندارم. 0 فالوور، این دیده 0 فالوور 0 فالوینگ. قرنامته. قر نمیزنم، توش ویدیو میذارم از لحظه‌های مختلف زندگیم، از آدما، از رفیقام، توش ویدیو میذارم. دفتر خاطراتمه، فقط واسه خودمه. خب این به نظرتون خیلی اتفاق چطور بگم؟ به نظرم از نیاز به توجه گاهی. تو میخوای بگی اتفاق خوبی نیست؟ یه ذره من میخوام برگردیم به قدیم. خب قدیم منظورم زمان قدیم نیست، کلا ذات آدم. بله. همه نیاز به توجه داره. این یک نیاز خصیصه انسان. خب ولی خیلی فرق بین، بیایید منطقی ببینیمش، خیلی فرق داره بین که بگم که نیاز به توجه هم باشه، بزنم تو سر مانی بگم که هوشه. خب اینم یه توجهیه. توجهی من بر حسب اینکه تو یه اشتباهی کردی دارم میزنم. خب توجه منفی. ولی یا مثلا توجه مثبت بهت بگم آقا دمت گرم، چه حرکتی، چه ویدیویی، چه تدوینی، چه کاری، چه دوبله‌ای، چه آشپزی. خب این خیلی فرق داره با اینکه یک کار. ببین نیاز به توجه انقدر اومده لایه بالای اولویته که دیگه مهم نیست توجه از چه جنسی باشه. این که 100,000 نفر زیر پستت مسخرت کنن اونم توجهه که اصلا مهم نیست واسه خیلی ها. که آقا مثلا ببین مثلا یه آدمی هستش که اینجوری میدونم یه بازم چلان پیچیده تو کوچه همه الان موزیک با لهجه حتی اون چیز گل من اذیت. آره اینها بابا یارو ما که بعد یه خیلی جالبه مثلا یه همچین چیزی رو میذاره. خب خیلی ها مسخره میکنن. خب بیشتر از خیلی. بعد یکی این وسط مثلا یکی میاد میگه این اوتیسمیت که خب اوتیسم داره. خب اصلا اوتیسم داشته باشه یا نداشته باشه، اگه اوتیسم داره خب شرایط گذاشتن ویدیو اصلا این نیست. تو باید یک اول بستر این پیج رو فراهم کنی. من یه دوست اوتیسمیک دارم، سامانم دوست من و سامانه که یه بار ما رفتیم خانه اوتیسم، انجمن اوتیسم، که اونجا باهاش آشنا شدیم. نقاشی میکنه، پشمات میریزه، بالا سر پیجش نوشته عضو انجمن اوتیسم. این بچه فاطمه که نقاشی کریس رونالدو رو کشید. بله. اینجور آدم‌ها بسترشون منتهم. یعنی تو اگر هم بد بکشه یا اولا که اون شاهکار میکشه، یک نقاشی‌های عجیب غریبی میکشه که تو زندگی من ندیدم همچین چیزی. این به کنار. ضمن اینکه تو اون پیج بسترش فراهم شده، تو شاید کسی که متوجه نشه از نظر هنری بیاد بگه این چه شعری این کشیده. خب ولی آدم‌ها با زمینه این میان اونجا میگن، کامنتی میدن چه خوب چه بد، که میدونن این تو یک بستری داره این کارو میکنه که دچار اوتیسمه. خب یک محدودیت‌های به هر حال، یک بیماریه به هر حال داره. ولی وقتی تو از قصد میای یک حرکتی انجام میدی که این همه کامنت منفی بگیری، نیاز به توجه به هر نحوی اومده تو اولویت واسط. ببین یه سری چیزایی داریم. ببین من میخوام یه ذره چیز کنم، جلو تو بگیرم، یه سری مسائل دیگه مطرح کنیم که به نظرم داره اسکیپ میشه. هدف چیه از اون کاری که تو داری میکنی؟ ببین تو وقتی که داری بررسی میکنی یه کاری یا بهش تایتل خوب یا بد بزنی، خب همیشه در زمینه یک هدفی باید این کارو بکنی. خب اون کار داره به چه هدفی انجام میشه؟ خب چون بقیه‌اش دیگه انتخابای شخصی تومنه که این کار بده یا خوبه یا فلان بهمانه. ببین اینکه یه نفر این کار رو میکنه یا نه، تو ببین در چه زمینه این کار رو میکنه.
چسناله میکنه مثلا. یه نفر ممکنه دلش بخواد اصلا همه بیا موسموسشو بکنن. چرا حالت بده فلان، به هر دلیل دلش بخواد این کارو بکنه. خب در این زمینه کار درستیه. خب برای شخص منم جذاب نیست. یعنی منم مثلا وقتی میبینم یه نفر این کارو میکنه، اون آدم برای من جایگاهش افت میکنه، توی منطق من با اسلوب فکری من. خب چرا اینقدر راجع به این قضیه اصرار دارم؟ ببین تو داشتی شریف میگی که مثلا آدما با هم دیگه درگیر میشن و اینا، یا مثلا چرت و پرت میگن. این اتفاق خوبی است، منم موافقم. منم مثلا خیلی از سلبریتیایی که تو ایران حرف مفت میزنن یا حرفای چرت و پرت میزنن برای منم جذاب نیستن. خب ولی مثلا ما آدمایی داریم در سطح دنیا که با خزعبل گفتن مولتی میلیاردر شدن. خب و اگه هدف طرف فقط به اون پول رسیدن باشه، خب شده دیگه. میدونی چی میگم؟ مثلا آقا این جریان لوگان پال کیسا یا نمیدونم حالا میدونی یا نه تو کلامه. آره. ببین یکی مثل اون پسر مو بلند ایرانی که ما چند بار تو خود همدست مثالشو زدیم، یا اندرو تیت و اینا، جنس محتوایی و شغلیه مشخص. آقا امثال ماها میگیم یارو داره چرت میگه، یه جماعت چند صد میلیونی در دنیا هم مریدشن، میگه بمیرید بخریدم دارن پولدارش میکنن. ولی چیزی که فرشید میگه لایه‌های شخصی‌تر آدم هاست. اونا سلبریتی هن. خب این یک چیز شخصیه. حتی راجع به اونها. خب راجع به اونها هم اگر اون آدم، ببین الان فرشید که راجع به خودش این حرفا میزنه که این کارو نمیکنه، این چسناله که هیچی مشکل راش میاد با آدمای با نزدیکترین رفیقش به زور حرف میزنه. خب بله انتخاب کلیش اینه در زندگی. منم تقریبا همینم، نزدیکم بهش، خیلی دور نیستم، سخت حرف میزنم. خب تو سامان مثلا دوست داره حرف بزنه، براش یعنی حداقل دوست داشته حرف بزنه، چیزی که من ازش دیدم. خب من نمیتونم از اون بگم روی کرده اون اشتباه، روی کرده من درسته. میدونی چی میگم؟ ببین نگاه کن، منم از جایی نیومدم که بگم درسته. میدونم نه من دارم فلسفه به ذهنمو درگیر دغدغه‌ایه که تو ذهنم اومده. چی شاید باعث بشه ما بگیم اشتباهه؟ حتی اتفاقا آدمی مثل جنس داره آنالیز میکنه و موتورش روشن میشه، مدلش روشن میبینم. نمیتونم وسط هفت میدونم گوش میدم وقتش حرف میزنم. آره مدلی و غلی حس میکنم شاید اشتباهه، مثل اون مدلی که تو میگی یارو خودش میدونه داره چی میگه و الان چی میشه ولی باز داره میگه. آدمی مثل سامان برون ریزیش از ماها بیشتره. اینو من واقعا اصلا بد نمیدونم. من جایی رو بد میدونم، مثلا مثال بخوام بزنم، یه کاربری بود توی توییتر اومد، یه خانوم بود عکس گذاشت، خیلی ناراحت بود که دوست پسرم فوت کرده و همه بهش تسلیت گفتن. یه آدم غریبه بود، از اینفلوئنسرام تا جایی که من میدونم نبود. همه باش همدردی و عزیزم چقدر سخته فلان، دختر پسر، اصلا مزه بازی نمیدیدی اون زیر. یه جماعت یه کله داشتن تسلیت میگفتن. فرداش با یه لباس، اصلا بحث پوشیده نپوشیده اینا نمیخوام بکنم، اما لباس مهمونی طور، از این تاپای خیلی عجیب غریب، طرح مهمونی بود تا مراسم ختم و مثلا یه دامن اسپورت و فلان، یه فیگوری گرفته و آرایش غلیظ، موها رنگ شده، اینا دست به دیوار، ویرانم اما سرپا میمانم. 2 روز بعد از اینکه دوست پسرم مرده بود و همون جماعت اصلا یه سریاشون اینطوری کردن که خاک تو سر ما که اومدیم به تسلیت گفتیم. این ادای چیه؟ این مسخره بازی چیه؟ از این چه عزاداریه؟ اصلا این چه مدل بروزی که ویرانم ولی سرپا میمانم؟ اصلا یکی از دلایلی که من کلا اینجور مثلا عزیزم اومد دست میدم، مثلا مادر بزرگی هم دیگه خیلی دلم شکست که ازش یه دونه پست درست کردم. مادر بزرگی تو گذاشتی گفتی دست دادم. آره این که بعد تیپ بزنی بگی ویرانم سرپا میرانم. من 2 روز بعد 3 روز بعد به زندگی برمیگردم. خب قطعا یه جایی میخوام به زندگی برگردم. من واقعا میترسم از اون لحظه ای که اگه میخوام این پست رو بذارم، فرداش که خواستم یه چیز خنده‌دار تو استوری بگم، میترسم از اینکه آدما برگردن بهم بگن که چه زود میگن آخه. آره اون که این که میگن اون یه بحث دیگه است که حرف مردم مهمه یا نه. ولی میگم تو یه عکس از آقا منم 2 سال پیش پدر بزرگم فوت کرد، یه عکس ازش گذاشتم، از زبون خودم هم براش نوشتم. اصلا بد و خوب نمیخوام بگم، من دارم میگم این مدل عجیب نیست. این کار این خانومه رو من میگم عجیب یا بد. ببین بازم میگم آخه دیگه اینو نمیشه گفت بد نیست. واقعا تو خودت در معرض انتقاد داری خودتو میذاری. من واقعا الان میتونم تجربه شخصی خودم بگم. قطعا
روشن همه چی شدت‌های مختلفی داره، کارهای مختلفی داره. شدت منظورم اینه که یکی فقط میتونه بگه من غمگینم، یکی میتونه هوایی بزنه، یکی هم میتونه لباس چیز کنه یا مثلا بره سر قبر بابا بزرگ شروع کنه رقصیدن. اون فیلمی که هممون دیدیم عجیبه دیگه. خب من میگم شدتاش متفاوته. من خیلی کارا کردم، خیلی حرفا زدم، ولی تا یه جایی کردم. من مثلا حتی مرگ مادر بزرگم مثلا نذاشتم. و خب این قطعا موضوعیه که من خیلی صحبت کردم توی مطب با تراپیست و خیلی چیزا رو نمیتونم مثلا بگم خیلی راحت که چرا این کارا رو میکردم. بد حال میشی؟ ببین نه، بحث اینه که وقتی تو بگی حس میکنی که فهمیده نمیشه یا بد فهمیده میشه. همینجا هم واسه هر چیزی تو ترجیح میدی نگی. خب قضاوت بیش از خب الان مثلا کردی حرفای منو مردم مثلا یا مانی یا فرشیدو میگن درسته. نه واسه همین آرزه قبل از اتفاقی. PTSD نه، اون استراب قبل از حادثه است احمد. بله. PS5 STPD دکترمونه. PS5 من به شخص چند نوع شیر کردن داشتم توی فضای مجازی. یکی چسناله میشه گفت، یکی هوایی زدن. یعنی این دوتا چیزیه که بزرگترین کارهاییه که من میکردم. زیاد خبرهای خوب رو نمیذاشتم، خبرهای چیزو که اینم یه دلیلی داشتش که نمیخواستم زیاد خوشحالیمو نشون بدم به آدم ها. میترسی خراب بشه احتمالاً. یه سری چیزا رو میترسم. حالا من هوایی زیاد میزدم. الان خب خیلی کمتر شده. یه سری نتایجی رسیدم که کمتر این کارو میکنم. 99% مواقعی که هوایی میزدم 2 ساعت 3 ساعت بعدش مثل سگ پشیمون بودم که من چرا همچین کاری کردم. زمینی میریدی. چرا مثلا اصلا کار زشتیه من کردم. چه کاری؟ ببخشید هوایی زدن به نظرم یه بار بگو هوایی زدن یعنی چی، چون شاید واقعا بعضیا ندونن. هوایی زدن بیشترم تو توییتر صورت میگیره. اینطوریه که مثلا من مانی سر مثلا مانی جلوی چشمم آشغال ریخته، به جای این که بیام بگم که مانی بیشرف چرا آشغال میریزی، خشممو نگه میدارم میرم تو توییتر میگم ریدم تو دهن کسایی که آشغال میریزن. این میشه هوایی زدن. من به شخصه چرا هوایی میزنم؟ چندین دلیل داره. یکی این که جسارت کافی رو نداشتم که برم مستقیم بگم به طرف، که این هم یک دلیلی داره که میترسم دوستی خراب بشه یا هر چیز دیگه یا هر چیزی که فکرشو میکنی خودشو ندارم. یکی دیگه هم این که من وقتی هوایی میزدم میخوام یه چیزی رو به طرف بفهمونم که من از این کارت، از این حرفت آسیب دیدم فراتر از اونیه که بخوام با تو حرف بزنم. این کار تکرار نکن. من آسیب دیدم. یعنی چی؟ یعنی من انقدر اون لحظه عصبانی بودم یا انقدر غمگین بودم که ترجیح دادم بیام بنویسم. خب حالا این نوشتنه چیکار میکنه واسه من؟ ترکیب 2 تا حرفی که فرشید زد. اگه 1 نفر 2 نفر هرچی بیشتر بهتر بیاد بنویسه که آره باهات موافقیم، آره منم همچین حسی داشتم، دقیقاً حس میکنم که من کمتر تنها، حس میکنم که من غیر عادی نیستم، بیشتر شبیه آدمام، اینا هم این مشکلات رو دارن. یکی این که میخواستم بفهمونم آره من ناراحت شدم، من از دستت خیلی ناراحت شدم. این راجب هوایی. راجب چسناله یه ذره راجع هوایی می‌خواد صحبت کنیم بعد تیکه چسناله رو بگیم. آخه شفاف گفت مثالش. تو یه نکته‌ای دارم در مورد این. ببخشید اون تیکه دومی که یعنی اون تیکه که گفتی که من این رو میزنم که آدم‌ها بفهمن که آسیب دیدم، خیلی سخته. خیلی سخت. اینجوری برداشت کردم. یعنی مثلا ببین من شده تو چیزی زدی که من میدونستم با منی، حداقل تیکه از حرفی که زدی. خب هوایی زدی واسش؟ آره با هم صحبت کردیم. آره چی گفتین میشه بگیم؟ جالب شد. نه من دوست دارم زیاد راجعش حرف بزنم. خب تو دوست نداری، مخاطب دوست داره. من و فرشید دوست داریم. اگر اوکی باشی من میتونم باز کنم. اگه اوکی نیستی میتونم باز چون بحث من و تو نیست، بحث بله یه سری آدم دیگه است. آره آدمای دیگه است. ببین این میگم درست اینجوری شد که مثلا من زمانی که خوندم توییتر رو اینجوریام که چون لقت مثلا خیلی به رابطه رو خراب میکنه هوایی. میخوام این که توف کنی تو صورت هم دیگه اونقدر خراب نمیکنه. بعد که با هم حرف زدیم خب اول گفتم چون لقت. خب بعد با خودم ببین
اینجوری گفتم که یعنی اومدم برای خودم اول مرحله اینجوری بود، اومدم ارزش‌های تو برای خودم رو برای خودم یه بار دیگه شفاف کردم که سامان چرا برای من مهمه. تو هم خیلی زود ناراحت میشی، خیلی زود ناراحت میشی. آره من نمیدونم یعنی خب نمیدونم ولی نمیدونی، من دارم بهت میگم بدون. آخه تو حرفایی که میزنی خیلی از آن درست نیست. مثلا تو معتقدی خوشتیپی، خب الزاما که درست خب نه میدونی چی یه چیزی بهت بگو. بگم، من تا حالا دیدید بگم زیبام، حالا به غیر از مسخره خب نه من گفتم خوشتیپ، زیبایی که گفتی که اصلا دیلوژنال بود، یعنی متوهم بود. خوبه که مستقیم زمینی آقا مدبختی جایی هم هوای بزنم به جایی نمیخوره. من اصلا ناراحت نمیشم، اصلا آدم نیست که میراحت نه. حالا یه چیزی بهت بگم، شبیه خونه قد از این آدمای قد کوتاهی که فکر میکنن خوشتیپم بدم میاد. تمام خصوصیات قد کوتاهی که مثلا فلان چیز میپوشن و فکر داشت یه چیزی میگفت، نه بداش میگفت که من زود عصبانی میشم. خیلی زود عصبانی میشی. من بارها دیدم، من کاملا اینو توی این 1-2 سال که با هم رفیقیم فهمیدم که مانی که عصبانیه اجازه بده حرفاش رو بزنه و چیزایی که میگه رو بگه و اون میگذره و آروم میشه. جدی میگم بارها دیدم. ولی خودش همیشه حرف میزنم از عصبانیت. حرف میزنی خب حرف میزنی ولی کاملا ممکنه باشه هر آدمی ممکنه یه جاهای خب تو عصبانیت، اون که بتونه تو عصبانیت انقدر رو خودش تسلط داشته باشه واقعا آدم خفنی میذارم. اگه تو بتونی یا خفنی یا سایکوپت مایکوپته، چون سایکوپت هم اینجوریه، عصبانی این چیز نمیشه. اون خب ولی اگه تو عصبانیت خودتو انقدر کنترل کنی، من یه مثال میتونم بزنم. چرا نمیتونم؟ مصاحبه آقای کاترین زتا جونز، نه اصغر فرهادی داشتم میدیدم. یک سوالی ازش توی جشنواره پرسیدن، گفتن شما بازیگری که آوردین قبلا تو پروژه‌های امیر جدیدی رو گفتن تو قبلا تو پروژه‌های یه سری ارگانا کار کرده که جزو ارگان‌های تروریستی حساب میشن و فلان و اینا، چرا این کارو کردین؟ شما چرا همچین بازیگری آوردین؟ بازیگری که عقبی مشخصی نداشت. پاس کردم. یعنی جوابش اول شنیدم ولی انقدر واسم جالب بود که برگشتم عقب پاس کردم. خب گفتم من اگر جای آقای فرهادی بودم چه جوابهایی ممکن بود بگم. خب به شما چه؟ پاس کردم. فوش. به شما چه؟ مگه از شما باید اجازه میگرفتیم؟ فلانه بیساره. خیلی ساده از فرهادی میخوام براش افتاد دیگه. یه بار جواب خبرنگار رو نداد، کردنش بیرون اسمون. از تجربه میاد این. از تجربه بارها آزمون خطا، بارها تجربه. ولی خب هوش هیجانی آدمو میخوام اینم بهتون بگم چه جوریه. یه ذره فکر کرد بودش، من نمیدونم طرف از کجا اومده. من میبینم این کاراکتر به فیلمم میخوره و بازیگریه که به فیلمم میشینه و انتخابش میکنم، ترجیح میدم که این آدم اینو با قشنگ بازم توپو برد تو زمین خودش و درست جواب یارو داد و میکروفون رو کرد تو کون اون خبرنگاری که میخواست شیطنت کنه. خب به من گذشته یارو رو که من کاری ندارم. آقا من میبینم این لیوان به این دکوراسیون میخوره، من اینو گذاشتم اینجا. خیلی خوب معنی چیه؟ عصبانی نشد. قرار بود هدف طرف این بود که از کوره در ببرتش، نه از کوره در رفت. خیلی حرفه‌ای جواب داد، نه خودش آورد پایین، نه چون قرار بود بره با اون مصاحبه. خیلی خودش رو قشنگ چیز. خب اینو بهت بگم که همچین آدمی بارها آزمون خطا کرده، اشتباه کرده، جاهایی از کوره در رفته، جاهایی فلان کرده، ولی خب آدم باهوشیه، تونسته هوش هیجانیش رو داری از حرف میزنی که چقدر جذابه که مثلا این یعنی داری از این خصوصیتشو بولد میکنی که عصبانیت رو میتونه کنترل کنه. آخه از اینجا شد که به من گفتی که تو عصبانی میشی باید بذاریم بری. من گفتم حرفات رو اونقدری جدی نمیگیرم تو زمان عصبانیت. اجازه میده. آدم غیر منطقی نمیبینم هرگز به طور کل، ولی جایی که عصبانی آدم منطقی نمیبینم. اون لحظه ببین دقیقاً نکته درستم. یعنی من اصلا یعنی
ببین تو چه شرایطی من خیلی زود عصبانی میشم؟ تو شرایطی که کاری رو به من، یعنی به خاطر کاری توبیخ بشم که نکردم. خب یعنی مثلا ببین اینجوری بگم، مثلا فرض کن الان ضبط نشده باشه، خب فرشید برگره بگه ریدم دهن تو که ضبط نشده. خب اینجا این چیزیش که عصبانیت داشته باشه، من عصبانی میشم چون دکمه خاصم میخوره که به من ربطی نداشت ضبط نشده و تو من فشار آوردی. اینجوری من تو این موقع خیلی زیاد عصبانی میشم با فشار. بذار ببینم داره ضبط میشه. حالا و این چیزی که سامان کردم همچین چیزی بود، یعنی یه چیزی رو به من نسبت، یعنی اون تو چیزی که نوشته بود یک خصیصه رو به من نسبت داد که واقعا خصیصه من نبود، یعنی حداقل از خودم خصیصه من نبود. خب؟ من کاملا میفهمم. آیا امکانش هست بگین چی بوده؟ خصیصه رو نه میدونی چرا؟ بذار خودم بگم. میدونی آره آره بگو، چون مخاطب هی گیج و گیج‌تر میشه. من گفتم که از کسانی که توی هر شرایطی حاضر نیستن از قواعد و ضوابط پیش‌نویس شده واسهشون کنار بیان، خوشم نمیاد همچین چیزایی. آره همچین چیزی. خب و من هم به وضوح تو اون لحظه حداقل عزیز سامان این کارو کرده بودم. خب حالا اتفاقی که افتاد این بودش که مثلا من این توییتر رو خوندم، خیلی یعنی میگم قشنگ تو ذهنم اینجوری که چون لقت بابا چی داری میگی اصلا. حتی اون لحظه هم از قواعد خودت پایین نیومدی. همون لحظه که خوندی هم آره آفرین درست اینه، ولی بعدش اومدم پایین. اوکی میگم دیگه تو عصبانیت دقیقاً آخه انجا ریاکشنی ندادم. ریاکشن مغزت رو دارم میگم. فقط تویشو لاک کردم که بدون خوندم. آها این ریاکشن خیلی کار باحاله که من فهمیدم. ببخشید اگر کامنت میذاشتی که کش با منی به مراتب تا الان تمام نمیشه بهتر بود، به مراتب. خب. نه گوش چک نمیگیره. گوش کن جالب شد. بذار باز کن. میخوای بگم چی؟ چون فکر کنم اگه بگم چی کار کردم تمام اینایی که میگی خب دیگه خیلی چیز نمیشه. نه تا ببین، بذار مرحله به مرحله من بگم. مرحله چون بگو. مخاطب واسش سوال تو به خاطر مخاطب میگی میدونم. بگو. اگر لایک کردی که خیلی ببخشید نابهنگام تری. نابهنگام. آره درسته. ترجمه چی میشه؟ می‌دونی چرا این کارو کردم؟ خب این خیلی ریاکشن به مراتب بچگانه تر و عوضی شرورتریه تا کامنت گذاشتن. نه واقعا ورشی. خب آقا چرا خوندم چیزی هم بهت نمیگم. برو روبروی دیوار سنگی وایس و شروع کن با خودت حرف زدن. به هیچ جام نمیگیرمت. بدترین عکس العمل دنیا اینه که تو به هیچ جا نگیری طرفو. پس بچه‌ها اگه برای فرشید هوایی زدیم و لایک کرد منظورش من تو توییتر نیستم. زنگ نمیبینه فایده نداره. هوایی بگید. زنگ بزنید توییتاتون رو بخونید. بهترین آدم بهتره اینه که کوتاه باشه. قطع کنین. نه ببین فرشید ایستم بهت بگم واقعا قدت اوکیه. میدونم اوکی، هیچ مشکلی باش ندارم. نه داداش اصلا تمام اوکی. خب دفاع نکن. حالا نکته‌ای که وجود داره، من خوندم توییتتو، خب این حرفو زدم، بعد واقعا با خودم گفتم خب من چیکار، خیلی کلم خراب، خیلی عصبانی شدم. گفتم من چیکار باید بکنم؟ اول اومدم برای خودم روشن کردم که تو برای عین واقعیت برای من کجای جریانی، یعنی چه اهمیتی. خب سامان یه همچین پوزیشنی برای من داره، تو این دایره نسبت به من قرار میگه، دو دایره نزدیکانه برام مهمه، دوستش دارم. عجب کوشی که نوشته دوستش دارم، خیلی عزیز فلان بهمان بساره. ناجوان مرد نه کشه اصلا اونجا این بود. بعد فقط واسه ما خاردار. گفتم که چون مرتبط به مسئله کاریم هست، گفتم یه دو سایدش میکنم، یه ساید شخصی خودم صحبت میکنم باش، ساید کاری میرم صحبت میکنم با مدیر عاملمون، مشورتی میگیرم ازش، یا چون این قضیه تو قضیه کاری پیش اومده من چه باید بکنم. خب که اونم یه کمک من کرد و اینا. در نهایت به این تصمیم رسیدم که باهاش صحبت کنم، بگم آقا من اینو خوندم، خب چرا همچین حرفی زدی، و بعد ساید خودم رو توضیح بدم. خب که اولم که بهش گفتم، گفتش یعنی اول اینجوری کردش جای این حرف نزنی، خودش میتونه حرف بزنه. اگر چیزی کرد همین الان تو بیشتر داری چیزشو میکنی تا جایی که من بکنم. آخه میدونی چی میگم؟ آخه تو آدم زبون بازی هستی، گنده مونده هستی، فکر میکنی میتونی حق ضعیف بخوری. من اگه گفتم تو کوچولو سرتقی و همین کارو با سرتقی انجام کسی نمیتونه حق منو بخوره. نه تو حق بقیه رو میخوری. اینقدر منم همین دارم میگم من تو حساب سامان توی پوزیشن قرار میگیریم.
دارم میگم من مثلا به سامان توی پوزیشن قرار میگیره، هر دو حقشو میخوریم. متوجه شدی؟ خب این نظر اینه. حالا چیزی که هست دکترم باهاش صحبت کردم، بهش گفتم که اولش سامان گفت من نمیخوام راجع به این قضیه صحبت کنم. خب که تصور من اینه که به خاطر این گفت که احساس میکرد من الان قراره باش درگیر بشم یا مثلا چیزی بگم که حال بدی بیشتر با خودش پیدا کنه. خب یعنی قرار نیست همچین اتفاقی بیفته. من واقعا دوست ندارم همچین فکری بکنی و بی‌انصافی که همچین فکری راجع من میکنی. اینجوری دقیقاً همین حرفو زدم. گفتم ببین باشه میگی صحبت نکنیم ولی یه ذره بی‌انصافیه، چون من واقعا این کاری که تو میگی رو نکردم و بیا راجعش صحبت کنیم. خب گوشم تو. بعد نشستیم صحبت کردیم، سامان توضیح ساید خودشو. من گفتم اینا رو میفهمم ولی ساید منم این بوده، اصلا از این طرف من داشتم وارد میشم فلان بهمان بساینا. حالا من نمیدونم قبول کرد یا قبول نکرد ولی در نهایت معتقدم قطعا بعد از اون صحبته ما با حال بهتری نسبت به هم دیگه در اومدیم از اون اتاق تا قبل از اون صحبته. میدونی چی میگم؟ این اتفاقی بودش که در روز افتاد. این ببین اون تیتی که زدم فکر می‌کنم مثلا از من 6 ماه پیش بعد از یک جلسه تراپی تصمیم گرفتم که این اخلاقام بذارم کنار. آقا من قبول دارم اخلاق بدی بوده، الانم باز دارم میگم. اون یه دونه‌ای که زدم دیگه با هم میزدی. ببین اونو خیلی چندین دکمه منو تو زدم، خیلی زور برای من تعریف کرد، واقعا دلم سوخت باش، ناراحت شدم. اینقدر حالم بد شد از اون سری اتفاقا که نمیدونستم چی کار کنم، به کی بگم و اونجا رفتم تو توییتر نوشتم و دارم میگم 5-6 ماه گذشته از آخرین هوایی که زدم. متوجه. اینجا من اینو دارم میگم که آقا من یه خورده طرف مردمیم که این کارا رو دارن میکنن الان. همیشه مردمی بودی تو همدست. من میگم ببین به خدا نمیگم شدت زیاد همون رقص و همون گریه و اینا رو نمیگم چون من تجربهشو نداشتم، رومم نشده تا اونجا بذارم اصلا. من میگم از خیلی چیزا میتونه باشه، واقعا از حس تنهایی میتونه باشه، از دیده نشدن میتونه باشه. برای من خود من اینه که من خیلی مورد توجه قرار گرفتم توی جمع‌ها ولی واقعا بیشترش توجه منفی بوده. 180 خب. کیلو یارو دیگه. آقا واقعا زندگیشو داداش ببخشید یعنی از کی داری اینو میگی؟ سر 80 کیلو یه چیزی من بگم. من ترجیح میدم این آدم لاغر بابا باشه، یه دونش وزن بوده، سالم باشه آره. و با من سال‌ها رفاقت کنه آره. خب تا اینکه 180 کیلو باشه و از تو ناراحت بشه. بذار ناراحت بشه. من ناراحت چه میتونه برگرده آخرش صحبت کنه؟ خب از یه آدم رندومی تو خیابون بابا یارو بدبخت کامنت گذاشته پیرزن یارو رو با کون پریده با رو یارو چقدر سلیته. تو چی داری چی ربطی میدی؟ اون یکی از موفقیت‌های من بوده که اینقدر مؤدبانه جواب دادم. تو داری چیو میگی؟ حالا گوش کن چی میگم بهت. بابا یه چیزی به خود حرفمو نفهمیدی. تو واقعا یه سلیته از من ناراحت شه، از تو ناراحت شه، دایی مردکی قابل صحبته. باور کن من اگه 30 ثانیه دیگه حرف میزدم این چیزی که تو توش بود حرف زدی و جواب میدادم. من دارم میگم که آقا من زندگیم، من اگر از جنس از خانواده خواهی لاغر شی بابا دیگه لاغری رو ول کن. اگر تو یک جمع خانوادگی خب همه برگردن از زبون پدرت مادرت یک توجه منفی بگیری که همه چشم ها بیاد به سمت تو که اصلا چرا این درس خونده کنکور قبول شده تو نشدی، یا این توجه منفیه. خب این جنسی که من از اون جمع میگیرم رو از تو نمیگیرم، تو رفیق منی، میفهمی؟ من دارم میگم کسی که این کارو میکنه، کسی که داره میگه آقا من ناراحتم، من فلانم، من بیسارم، واقعا دلش میخواد یه توجه مثبتی جلب کنه حتی از غریبه. حالا من یه دوست پسرت میمیره ویرانی. من یه چیز دیگه هم میخوام بگم. من همین شکلی بودم، حالم یه خورده افسرده میشدم، میگفتم چقدر بدم، چقدر فلانم، ولی رسیدم به یه جایی که فرشید حرف زد که اگه واقعا حالت بد باشه نمیتونی بگی. 4 ماه پیش 3 ماه پیش نمیدونم مرداد اینقدر من چند روز حالم بد بود به نزدیکترین آدم زندگیم نمیتونستم بگم، چه برسه بخوام توییت کنم. اونجا فهمیدم که اگه حالت بد باشه، واقعا بد باشه، نمیتونی، جونشو نداری.
ولی اگه میگی چسناله میکنی تو داری یه نیازی که یه ذره سطحش پایین تره رو هنوز برطرف میتونی میدونی تو توجه من اینجوری هم که هنوز میتونی. خب اصلا من میبینم که یکی چسناله کرده حالشو نمیپرسم واسه بخوره، چون هنوز اینکه جون داشتی پاشی تایپ کنی اصلا جون داشتن نیست. یه چیزی جدی شاید اشتباه میگم. نه نمیگم الزاما اشتباه، بحث اشتباه نیست. از اون طرف هم اینجوریه که اگه این آدمی که چسناله میکنه رو نگیری برسه به اون مرحله‌ای که دیگه نگه. میدونم. حالا من یه چیزی بهت بگم، توی زندگیت به جایی رسیدی که بزنی زیر تمام چیزا خیلی میترسم تو یک شرایطی باشی خب که باشه اخلاقیاتت باشه پول رو آوردن احترام این و اون. این جایی که میگم واسه هر کی یه جاییه ها، واسه هر کی یه جاییه. خب نمیتونم خاطرمو تعریف کنم ولی تو میدونی، یعنی یک جایی باید یه تماسی میگرفتم خب و میگفتم احتمالاً تو هم میدونی دیگه. من نمیخوام اصلا خاطره رو نمیخوام باز کنم. یک اتفاقی واسم افتاد، یه تماسی بود که این تماسه کل باورهای ذهنی تو رو به هم ریخت که انجام میشد. خب اونجا فرشیدی که اینجوری میره جلو، اونجوری میره جلو، چسناله نمیکنه و فلان نمیکنه، پاشید. یعنی حق گریه پشت تلفن به این و اون زنگ بزن و توی این شرایطی هم که از انرژی ماه هم شاید اون لحظه کمک بخوای، از کائنات کمک بخوای، از اندروتیت بخوای کمکت کنه. میدونی چی میگم؟ توی یه شرایطی واقعا زیر و رو میشه یه سری چیزها واسط. خب خیلی اینو گفتم تو پادکست ولی بازم میگم اصلاً گذاشتم واسه خودم چیدم که نگم خط قرمز من اینه. هیچ خط قرمزی واسه خودم تعریف نمی‌کنم. تا الان اینجوری بودم یک روزی شرایط شاید از من یه آدم یه چیزی بسازه که 180 درجه بچرخه و واسه اون 180 درجه اون روز التماس کنم. میدونی چی میگم؟ نه تنها بچرخم از روی هر چیزی که بهش معتقدم که واسه اون شرایط زجه بزنم. خب اینو واسه خودم تعریف کردم یک روزی. واسه من اینجوریه که احتمالاً امیدوارم یه جوری واسه رفیقای نزدیکم یا خانواده‌ام درجه اول بوده باشم که تو همچین شرایطی منو قابل بدونن که با هم تماس بگیرن یا از من کمک بخوان. خب چون میدونم آدمی که تو اون شرایطه وای نمیسته من استوریشو ببینم یا توییتشو ببینم. خب آقا من اتفاق کمد افتاد روم، اولین نفر زنگ زدم سامان گفتم بیا. خب حالا من بیام استوری بذارم که آیا من دارم در اون حد باید جدی باشی. حالا اون جسمی بود خب، حالا روحی هم یه شرایطی دیگه است. میخوام بهت بگم که اون قدر این خوب شد الان نوره وسط حرفت اون قدر باید نزدیک بدونید، یعنی اینقدر نزدیک بدونن رفیقام منو به خودشون که تو اون شرایط زنگ بزنم بگم فرشید پاشو بیا میخوام کمک میخوام. اون که من اینجوری هم که کسی که هنوز استوری میذاره که کمک میخواد کمک منو نمیخواد، خودش میگه توجه بکنه. آره توجه میخواد. اون روز اگه مثلا ما نمیمون صحبت بکنه یعنی نظر تو رو داشت، خب اگه نظر تو رو داشت اصلا نمیومد دیگه خب صحبت بکنه. خب من خیلی جدی بعد از اون صحبت صفر تصمیم گرفتم حداقل در مورد مانی توی هوایی نزنم. صد چون دیدم ریاکشنش تأثیر داشت روی من، توضیحاتی که داد عصبانی نشد و اینجا من تصمیم گرفتم که آقا با مانی رو در رو. میدونی چی میگم؟ من میگم کلا میگم سختگیری که تو هم داری ممکنه از اون ور بزنه بیرون. حالا تو که اینطوری با من مثلا جواب نمیدی، هر کدومتون من اگه حالم بد باشه و واقعا بد باشه نخوام استوری کنم به تو مسیج بدم یا اصلا بیا برعکسشو بگیم
روم نمیشه از تو بخوام مسیج بدم، دوست دارم استوری بذارم بفهمی. 10 بار که اینطوری بشه دیگه اصلا سمتت نمیاد. چیکاری میدونم خیلی یه حرفی زد گلزار، مثل که چند وقت پیش تو صدا سیما گفته، خیلی میه حرفه، میگه که خانواده‌های عزیز، دختر خانومتون اگر در خانه محبت دریافت نکند از بیرون و دیگران دریافت میکند. من برعکس گفتم، فکر میکنم اینه که اگه من از تو نگیرم کمک میرم و خونه اصلا میگیرم، دیگه اصلا سمتت نمیام، حالا چه به استوری چه مستقیم. اینطوری نبود. چند تا آدم، خب خیلی واضح از همتون این سوال دارم، چند تا آدم تو زندگیتون دارین که میتونین باهاشون تماس بگیرین و ازشون کمک بخواین؟ چند تا آدمن؟ مگه زیادن؟ مگه اندازه استوری تر؟ مگه اندازه کسایی هن که استوری تو میبینن؟ من بینم میخوام همینو بگم. الان به توضیح منظورم چیه؟ منظورم اینه که تو وقتی که آدم مشخص میکنی اینا آدم هایی که این احساس میکنی که اگر ازشون کمک بخواهی بهت نه نمیگن و اگر تو از همه میتونی کمک بخوای. چرا دارم این حرفو میزنم؟ خب میخوام به این طرف ذهن تو ببرم که آقا یه چیزی هم وجود داره به اسم سختگیری روی اصول هممون داریم. خب احتمالاً دیدین مثلا زیاد پیش میاد تو شرکت با بچهای مختلف در سن مختلف هم بشینن صحبت کنن. خب مسلماً خیلی چیزایی که دارن میگن از دیده، یعنی به عنوان منطقشون میگن، از دیده منطقی نیست. خب تو هم یه ذره سلیقت خاص هست در تمام موارد. داره مسخره میکنه. نه الان مسخره بود، یعنی میبینی تو قیافه من. بله. نه واقعا اینطور نیست. تو نه تو آدم عمومی نیستی راستشو بخوای. یه ذره جدی اینو دارم میگم اصلا منو فراموش کنی، نمیخوام چیز کنی، میخوام اینو بگم. نکته‌ای که وجود داره اینه که قبلا خیلی بیشتر اینجوری بودم و الان ناراحتم که کمتر شده. خیلی سعی میکردم آدم‌ها رو با وجود اینکه با من فرق میکنن بتونم تحمل کنم، بتونم بفهم آقا همین کاری که من رو سامان کردم توی اداره معارف من نیست. تو کشته گفتی راجع من در حالی که مال من نبوده، من این کارو نکردم، تو بیخود داری میگی. در دایره المعارف من نیستش در این موقع، در دایره المعارفت نیست، تو منطقه من نیست که در این موقع برم بالا برم پیشش بگم داداش بیا صحبت کنیم، بگم کم چه حرفی میزنی. به تو همون چیزی که اولش گفت، تو بیشوری که این حرفو میزنی، من اصلا نمیخوام باهات صحبت کنم. اینجا نه، نگاه کن، نظر واقعیش نمیشه دیگه خواست بگه اینجا. من یعنی اگر سامان آدم دیگری بود احتمالا من همین چیزی تو ذهنم میگفتم واسه برام مهم نیست که این کارو بکنم. بله چون مهمه من میام قوانینمو خودم دور میزنم چون برام مهمه. من اینو قانونم میموندم اینو از دست میدادم، دور میشد. وقتی همچین هوایی میزنه یک نفر، بعدا طرف میاد میگه مهمه، میشنوه اینو، کیف نمیکنه، فکر کنم مردم یه چیزی بهت بگم، توجه رو به یه شکلی میگیرن دیگه. داداش من منکر این قضیه نمیشم. حالا من الان میبینم آقا سپهر نوعی، تو، سامان، هر کسی میبینم داره هوایی میزنه، یه اپروچ من اینه که این آدم گاوه که این کارو میکنه، یه اپروچ من اینه که آقا این در مرحله‌ای که باید این کارو بکنه، در مرحله از زندگیشه که این کارو باید بکنه، اوکیه، حالا رد میکنه. خب این البته با اون رقصیدن سر قبر و اینا یه ذره فرق داره. نداره صحبت اومد این ور، خب اوکیه. اون رقصیدن سر قبر یه ذره اکستریم تره، وحشیانه تره، ولی این سری کیسای جدی تریه به نظر. اینو شاید منم بارها تو همدست گفتم، اما هم موافق تحملم. آقا هم دیگه رو تحمل کنین، از تحمل چیزای بهتر اتفاق میفته. حتی اگه کسی داره یه کاری انجام میده که مخالفتونه، مکالمه کردن بهتر از قطع کردنه. خب دنبال راه درستش اگه بخوایم باشیم، راه درستش مثلا گوریلا شاید اینجوری مشکلشون رو حل کنه، پشت نقره توییت بزنن، هوایی بزنن. مثلا راه درستش اینه که آقا بگم که مانی میشه یه لحظه بیای کنار، این مرحله کثافت هوایی زدن رو اسکیپ کنی. آقا مگه خیلی ساده است. خب تو واسه یه رندوم، واسه مثلا ممرز گلزار نامی که توییت هوایی نزدی که، خب انقدر وقتی ببین
هوایی که اتفاق میفته، هوایی وقتی اتفاق میفته که فشار بالا، درجه آشناییت و صمیمیت هم بالا اتفاق. اینطوری که اگه حرف بزنم غریبه باشه که با ذکر نامو شماره شناسنامه من میرینم به یارو. خب وقتی اینقدر غریبه باشه، ولی وقتی طرف واسط عزیزه، مهمه، نمیگم عزیز، مهمه و نزدیکه و خیلی بهت فشار آورده، میرسه به هوایی. خب که من بزنم که خودش بفهمه. در حقیقت همون میگن لنگ کفشو برداری فوشو بندازی زمین، صاحبش میاد ورم داره، همونه دیگه. یعنی یه سری مثلا چه میدونم کوتوله بندازی زمین، مانی نمیاد اونو برداره، قطعا نفر اول من میتونم اونو برداره. خب مثلا گوریل پشت نقره‌ای بندازی، مثلا اون نیوجرسی. الان آسیبی دادی که من بهش گفتم اینجوری نگو، سری گوریل پشت نقره‌ای رو علم کرد، سری مشکلی نداره. ببین میدونی چرا؟ اگرم یه روزی ناراحت بشم به خاطر اینکه قد کوتاه مسخره می‌کنم، نه قدم بلند می‌کنم، انقدی واسم حل شده است که همتون رو مسخره کنم. اگر مسخره میشم مسخره کنم. خب اگه واقعا ناراحتی منو ترک می‌کنی؟ نه دیگه، گذاشتم جاشو، گذاشتم خلاصی، گذاشتم واسه این فرمونه. خب هر موقع تو به من بگی کوتوله، من میگم گوریل پشنو یا نیوجرسی. خب مثلا به اون میگم درازآویز زینت. سامان. این سامان کافی. این یه موقع 180 کیلو بوده دیگه نیست، ان شاءالله دیگه هم نمیشه. ولی من مثل رکورد رضا هر بار میگن بیشتر میگن وزنشو. مگه میذارم از یاد کسی بره این اتفاق؟ خب اینم حالا به من میگه کوتوله مثلا زشت یا مثلا میمون یا هر چی. نه اینطوری نیستش. حالا جدی هممون خوش تیپیم. وای چی شد یو؟ چه خوب یکی از تو راجع به حامی باش بگین دیگه. سلام بچه‌ها، سامان میگه که حامی باش رو بگم من. حامی باش www.hamibash این مسئله برای سپر و سامان خیلی مهمه. حملش دستش. خب آره بچه، سوالم این بود که اگه برای کسی هوایی زدین یا اگه براتون هوایی زدن، بنویسید از مدل واکنشتون نسبت به اون. آیا مثل مانی رفتید حلش کردید، یا مثل اولین روز مانی گفتی که ولش کن برام مهم نیست، یارو رو گذاشتین کنار؟ اگه هوایی میزنین بگین چرا میزنین، اگه مثل سامان ترک کردین هم بگین که چرا ترک کردین. شما هوایی زدین؟ گفتم که قبلا دو واقعا شاید 1 سال 2 سال میشه که نظر رسید دست یارو، یعنی ریاکشن گرفتی ازش؟ نه. خب بی شرف چرا هوایی زدی وقتی ریاکشن هم نمیگیری؟ 2 بار زدی؟ نه خب اصلا اونقدر آدم هوایی بزنی نیستم. من به فکر سامان بودم، می‌خواستم گرفتم. تون 2 تا کودک بودین اون لحظه، جدی میگم. دارم سوال میپرسم. بله نه منم بودم. چرا اجازه بده. و آیا ناراحتیاتون رو توی فضای شبکه اجتماعی بروز میدین یا نه؟ مثلا ویران میشین میمانین با موهای رنگ کرده یا اینکه نه؟ من اصلا توییت برای این دارم، خیلی دارم توییت چسناله میزنم. تو؟ آره اخیرا خیلی چسناله میزنم. من فکر می‌کردم از قریحه نویسندگی خب چسناله ولی چسناله تو فاز چسناله بعدش میاد. خودتو ضعیف می‌بینی وقتی چسناله میزنی. احساس می‌کنم که از فعالیت دور میشم وقتی مثل این نوعی که تو میگی از فردا قراره برم باشگاه، به همین میگی بعد نمیری. خب حالا یه چیزی بهت بگم. آقا اصلا من نمیگم چسناله خوبه یا بده. خب اگر چسناله میکنی و ازش تغذیه میکنه روحت، لذت میبری، خب این یه نتیجه‌ای. خب وقتی نه لذت میبری نه فلان میکن، خب نکن دیگه. بستم توییتر پاک کردم دیگه. این نشد راه. آره خیلی وقت نیست. خب این راهش نیست که. آره. تو خب چیزای خوبی مینوشتی. آره. با اشتباه بچه‌ها خیلی دوستتون دارم. اینقدر وقتی ازم تعریف می‌کنین خوشحال میشم. میدونید چرا؟ چون هر سه‌تون آدم هستید که هر کدوم در حیطه خودتون آدمای خفنی هستین. وقتی ازم تعریف می‌کنین احساس می‌کنم خفنم. تعریف کن. خفنی. چیزی این چی گفت؟ تو آدم ایده پرداز خوبی هستی. اش تو چجام جمع شیم. سرم میشم چیزی. میدونید چرا؟ چون میدونی راست میگم. اگه کدر میگفتم میفهمیدی کدر میگم. نه بابا من حالم خوش نیست. اگه یه روزی مشمول و زمه من چیزم بهم نگین. فهمیدی؟ نمیگم. بچه‌ها مراقب خودتون باشین. به من گفتم فوش نده. ولی من میتونم بدم تو نمیتونی. خداحافظ مواظب. چیکار کنم؟ یهو حوس میکنم. ما رو معرفی میکنین. ممنون که ما رو به دوستاتون معرفی میکنین. همونطور که دیدین ما داریم این فصل یه طوری میگیریم که ما رو به بقیه نشون بدیم.